شب عروسیشان بود. آخرین مهمانها رفتند و خانه در سکوت خفه کننده فرو رفت. ساعت 2:40 بامداد. داماد ناگهان صدای چکه چکه آب را شنید. آرام، منظم، مثل شمارش معکوس از حمام می آمد. دلش فرو ریخت. قدم زنان جلو رفت. دستش لرزید و در را باز کرد. عروس روی زمین افتاده بود. لباس سفیدش غرق خون، موهایش خیس، چهرهش بیجان و گلویش عمیقاً بریده شده بود. داماد فریاد کشید و چند قدم عقب رفت. نفسش بند آمده بود. همان لحظه نفس سردی پشت گوشش خورد و صدای آرامی گفت: چرا اینقدر دیر آمدی؟ قلبش ایستاد. به سختی برگشت. عروس سالم پشت سرش ایستاده بود، با همان لباس خونی، لبخندی که اصلا انسانی نبود و چشمانی که انگار از آینه نگاهش میکرد. صبح که شد پلیس وارد خانه شد. جسد داماد را کنار حمام پیدا کردند. گلویش از پشت بریده شده بود و روی آینه بخار گرفته حمام با انگشت آغشته به خون نوشته شده بود: او من نبودم.